چه میکنی یهودا؟ زانویم درد گرفت. این چه جور بازی است؟ علی پدری در کار نیست. فریاد بزن. تو امروز جز مهر و محبت پدر ندیده بودی. دیده بودی؟ همه علاقه و توجه پدرمان اسرائیل فقط برای تو بود. گناهم چیست؟ چرا مجازاتم میکنید؟ برخیز ببینم. تو میخوایی از ما بسر باشی؟ این آرزو را به گور خواهی بود. ما تو را زنده نخواهیم گذاشت. پدری که از ما گرفتی کجاست؟ صدایش کن. بگو به فریادت برسد. ما همه فرزندان اسرائیل هستیم. تنها تو نیستی. پدری که دامان او جایگاه امن تو بود کجاست؟ بگو کجاست؟ باز هم شیر زبانی کن. از خوابایت بگو. چرا نمیگویی ستارگان رویایت تو را یاری کنند ها؟ چه شده؟ کفش های زیبایت پاره شده؟ لباس های تمیزت خاکی شده ها؟ چه حیف. موهای شانه کردت پریشان شده. هنوز هم میخوایی بر ما سروری کنی؟ یتیم راهی. خوب نگاه کن. خوب نگاه کن. سجده کنندگانت را خوب نگاه کن. حال چه کسی به سجده افتاده؟ تو؟ یا ما؟ اما من تردید دارم. حال چه کسی به خاک افتاده؟ تو؟ یا ما؟ بگو به سجده کنندگانت همان ماه و ستاره ها به یاریت بیاید. رهایم کن لاوی، رهایم کن تا او را نزد مادر مرده‌اش اسرائیل روانه کنم. قرار ما بر این نبود.
با یکدیگر توافق دیگری داشتیم. آن توافق برای بستن دهان تو بود. ولی من رهایت نمیگذارم یوسف را بکشی. رهایش کن لاوی، بگذار کار را تمام کنم. پس بهتر است اول من را بکشی، چون اگر زنده بمانم به بدن خواهم گفت. یا از یوسف بگذر یا اول خودت کشته خواهی شد. یکدیگر را رها کنید یهودا. تو نگذاشتی کار را تمام کنم. یک روز پشیمان میشد. میدانم که خداوند هیچ کام ما را نخواهد بخشید. من از تو پوزش میخواهم. لاوی را ببخش. به خداوند سوگند تصور نمیکردم با تو این چنین کنم. پیامبران و پیامبرزادگان باید خود را برای مصائب دنیا آماده کند، اما من توان نمی کردم که اولین مصیبت از جانب برادرانم بر من فرود آید. خنده‌ات برای چیست؟ ساعتی پیش که مرا از به دستتان دید، هر یک مرا نوازش میکردید و بوسه میدادید. یهودا مرا بر 4 پا نشاند. با خود گفتم آنکه چنین برادرانی دارد نه از دشمن باید بترسد و نه نگران خطر باشد، حالا که اولین دشمنانم همین برادران است. بیچاره آنکه به جز خدا به دیگری دلخوش کند.